روزی بزرگان ایرانی و علمای ایران زمین از کوروش بزرگ خواستند که برای ایران زمین دعای خیر کند و ایشان بعد از ایستادن در کنار آتش اینگونه دعا کردند: خداوندا، اهورامزدا، ای بزرگ آفریننده این سرزمین بزرگ، سرزمینم و مردمم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار. بعد از اتمام دعا عده‌ای در فکر فرو رفتند و از کوروش شاه پرسیدند که چرا اینگونه دعا نمودید؟ کوروش شاه فرمودند: چه باید میگفتم؟ یکی جواب داد: برای خشکسالی دعا می نمودید. کوروش بزرگ فرمودند: برای جلوگیری از خشکسالی انبارهای آذوقه و غلات می سازیم. دیگری اینگونه سوال نمود: برای جلوگیری از هجوم بیگانگان دعا می کردید. ایشان جواب دادند: قوای نظامی را قوی می سازیم و مرزها دفاع می کنیم. گفتند: برای جلوگیری از سیل‌های خروشان دعا می کردید. گفتند: نیرو بسیج می کنیم و سدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می سازیم. و همین گونه سوال کردند و به همین ترتیب جواب شنیدند. تا اینکه یکی پرسید: شاها، منظور شما از این گونه دعا چه بود؟ و کوروش لبخندی زدند و اینگونه جواب دادند: من برای هر سوال شما جوابی قانع کننده آوردم، ولی اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشد، من چگونه از آن باخبر گردم و اقدام نمایم؟ پس بیاییم از کسانی شویم که به راستگویی روی آوردند